پیش از آن که تو میخوای که با دارک وب دسترسی پیدا کنی ایستو سراسیمه نشو. من بهتون نشون میدم که چطور با اون به خطر پیوست شدن ممکن است. من با شما 3 راه رو نشون میدم. آغاز میکنیم از خطرناکترین راه و من میدونم که تو این کار رو میخوای کردن و از خاطر نبرار که اگر که تو این کار رو کنی تو غارت خواهند کرد در دارک وب. اما من که دوستی بهترین آنلاینی تو هستم نمیخوام که این کار شود، این حادثه رو دیاد. ماست برای من با تو راهی از همه بخطرترین رو در این نوار نشون میدیم. مثل که تو نوآیان هستی و بله کسی نمیدوند که این تو بودی و کسی نمیدوند که تو در اینجا قدم گذاشتی. اما پیش از آن که آغاز کنیم تو میتونید پرسیدن که هی ریزو چه است دارک وب؟ این حقوق تو از همچون تماشابین پرسیدن سوال ها. در اصل دارک وب رو با مقصد نیک ساختن تا که با آدمان مخفیت دهد یا اینکه همون انونیمیتی و یا اینکه با آدمان یک پلتفرم ایدیات که آنها توانند که خود رو همچون آزاد حس کنند یا اینکه جایی که باشد که آزادی بیان در آنجا باشد. برای مثال روزنامه‌نگاران میتوانند با آدمانی که خود رو میخواهند مخفی نگاه دارند صحبت کنند. یعنی تو اگر کسی باشی که خود رو میخوای که مخفی نگاه داشته باشی، در شبکه‌های اجتماعی نباشی، دولت حکومت از تو یگان معلومات نداشته باشد و اگر روزنامه‌نگاران از تو یگان چیز معلومات خواهند گرفتن، یکی از راههایی که میتواند که مخفی باشد این همین دارک وب است. و یا اینکه اگر که آدمان هستند در سیاره زمین که میخواهند که عملهای خود رو از حکومت و دولت‌های خود یعنی پنهان نگاه دارند و دارک وب این جای افسانه‌ای است برای آنها. و یا اینکه تو میتوانید در دارک وب با مثل ما شاهمات بازی کنی با دیگر دوستان آنلاینیات. و در حقیقت که دارک وب مکانی بد نیست. برای مثال وبسایت‌های مشهور با مثل نیویورک تایمز، فیسبوک، BBC، CIA یعنی وبسایت‌های خود رو دارن در اونجا و تیارن که تو با اونها به خطرانه یعنی دسترسی پیدا کنی و این افسانه‌ای است. اما چیزی که اون رو افسانه‌ای میکند اون رو دهشتناک میکند، چون که این افسانه‌ای ترین مکان است برای جنایتکاران. بیا بگیم که تو جنایتکار هستی و این بهترین جا است برای تو. تو میتونی همه کارهای غیر قانونی رو در اینجا انجام دی. به هر حال آیا تو میدونستی که ان همین چیزهای تو در دارک وب در سودا هستند، در فروش هستند؟ برای مثال پشت الکترونی تو، رمزهای تو، همین شرکت‌های بزرگی که هر روز ما استفاده می‌بریم خدمت رسانی آنها رو معلومات‌های ما رو جمع آوری میکنن. بعد با همین کریمینال ها یا اینکه آدمانی بد یا اینکه غارتگرها در این جهان ویرچوالی یا اینکه در دارک وب سودا میکنن. لکه اینها در سودا هستند در حالی که ما تو صحبت داریم. و چگونه که میبینید تور براوزر این دارد بسیارتر پیاز و بله یعنی همین پیازها یک چند خبات دارن. یعنی اگر همین پیاز رو خود پیاز رو بینی، اگر پیاز چی نام دارد این بازوای تاجیکی پیاز نام دارد، اما میوه‌جات سبزوات است یا که میوه‌جات چرا نویسید پیاز بله یعنی همین سبزوات یک وقتی که میکشویم یک چند قبات ها دارد، یک قبات یعنی یک چند قبات ها دارد همین پیاز. و انا همین براوزر این رو یک تور پروژکت میگن، برنامه سازان این ساختن و بله با طریق همین تور براوزر تو میتونی که با دارک وب پیوست شوی. و تشکر با همین یعنی یک چند همین پیازها یک جا میشوند و یک چند پیازها یک جا میشوند و انا همون شبکه میسازن، یعنی شبکه میسازن و وقتی که اونو شبکه ساختن تو رو یعنی انا همون غیب شوی تو رو یا اینکه انونیمیتی به زبان تاجیکی میشود نامعینی یا که ناعیانی تو رو در اینجا میسازن که یعنی برای دیگران فهمیدن که آیا همین تو هستی دشوارتر میشود. برای مثال این زمان ما اگر که در وب نویسم یگان چی نویسم یک شبکه اجتماعی روم الکی مردم میدونن که مایم، یعنی همه پلیس هم آدمانی مأمور هم میفهمند مرا دیدن. اما در حالی که ما وقتی که استفاده بردم تور این کمی دشوارتر میشود، نه اینکه نمیشود بلکه کمی دشوارتر میشود تا که آنها یعنی مرا کوبن و یابن اگر که من یگان کاری غیر قانونی کنم در دارک وب. برای همین اینو ما با شما توصیه نمیدیم و البته که من با شما نشون میدم چگونه تور براوزر رو نصب کرد. خب برای نصب کردن تور براوزر با ما لازم است که رویم در البته که براوزر خود رو کشیم و من براوزر خود رو میکشم و مینویسم که تور براوزر و چگونه که میبینید این همین وبسایت رسمی تور براوزر است و بله یعنی نام دارد تور پروژکت. یعنی چگونه در بالا گفتم این لایحه از طرف برنامه سازان
ساخته شده است، یعنی این اوپن سورس است، رایگان است، به یگان مبلغ و این با مثل یعنی خیریه دونیشن در جا پرسیده که اگر که همین چیز اگر که تو حلاوت برده ایستاده باشی با تو یاری رسانده ایستاده باشد، بله با ما کمک رسان و بله تو میتوانی که همون سیستم اپراتیونی خود رو انتخاب کنی و ما که این زمان ویندوز دارم، ویندوز رو انتخاب میکنم. تو اپراتیون سیستم خود رو انتخاب کنم. دانلود فور ویندوز تو مای سیو. خب چگونه که میبینید الکی تور نصب شده ایستاده است و بله این همون تور براوزر است و در بالای زیر میکنیم دو مرتبه تو که شاید این رو و تو مای اوکی تو مای اینستال و کمی انتظار میشویم تا که این برنامه نصب کرده شود در کامپیوتر ما. و بله قهوه تنفس قهوه ما خنک شد. طولی 1 ساعت شد من این برنامه رو با نوار گرفته ایستاده بودم و قهوه فراموش کردم. خب پس اون فینیش با آخر رساندن الکی براوزر ما نصب شده است و تنها می نویسیم تور و بله تور براوزر میکشویم و پس اون در اینجا چگونه که میبینید always connect هست و این رو باید که انتخاب کرد و پس اون میویم در اینجا connect right now یا اینکه پیوست شدن خودی حاضر رو زیر میکنیم connect و کمی وقتش میدیم چون که وقت میگیرد و در اینجا چگونه که شما میبینید نوشته شده است که موضوع ما با شما ترجمه میکنم. خب Tor browser routes your traffic over the Tor network run by thousands of volunteers around the world. چی معنی دارد این؟ معنی آن رو دارد که همین شبکه تور رو زیاده از هزارها آدمان ولنتیر، آدمان خیرخواه، یعنی این گونه آدمان ساختن تا که تو رو در همین دارک وب یا که امکانیت با تو فراهم آورن که با دارک وب پیوست شوی و باز گفتم که البته که این وابسته از تو است با کدام مقصد میخوایی که دارک وب رو استفاده بری، اما همه کار رو تو میتونی با مقصد بد استفاده بری، با مقصد نیک. این وابسته از وجدان و ایمانی تو است. اما بله یعنی تشکر میگیم با این آدمان که این گونه امکانات رو با ما فراهم آوردن و شب روز کار میکنن تا که این گونه براوزرها، این گونه تکنولوژی ها کار کنند، مستقیم باشند و شبکه‌های وای ها دائما در استفاده باشد. خب چگونه که میبینید الکی که ما پیوست شدیم با تور براوزر و بله تو میگویی که هی ریزو این چیکار کنیم اکو در اینجا چی است، چیکار باید کرد؟ با تو باز پرسیده میتونی که آیا ما پیوست نمیتونیم که برای مثال با اینستاگرام، فیسبوک، گوگل البته که پیوست نمیتونیم. برای مثال می‌نویسیم که google.com. تمام چگونه که میبینید الکی که google.com با گوگل پیوست شدیم و اون که شما میتونید که هی سایت آیتی آموز الکی در اینترنت هست، می‌نویسی itomuz.com. بله بیاید بزرگترین جامعه آیتی برای تاجیک زبان سایر شویم. الکی که هست اما تا نساختیم وب سایت اما دومین رو خریداری کردیم و اون که تو میتونی که سایت ریزوگیوف رو کپی ریزوگیوف.com در دارک نت، البته که در دارک وب نیست، در کلیر نت هست. یا که دارک نت، کلیر نت معنی اون رو دارد که دارک نت، دارک معنی تاریک، سیاه، جزیر، بزب، کلیر معنی تازه. همین وب سایت ریزوگیوف.com در کلیر نت هست. تشکر برای تشکر گفتم. چگونه که شما میبینید من این زمان قرار دارم در بری براوزر و در کلیر نت هستم، یعنی در تور نیستم. و اگر که در این بالا سرتیفیکیت، یعنی هر یک وبسایت سرتیفیکیشن دارد و بله یعنی این نشون میدهد که تو به خطر هستی. connection is secured چگونه که در اونجا دیدید. اما اگر که در تور براوزر رویم و در بالا اینجا بینیم چگونه که میبینید الکی یک چند نمودی پیاسا از شویتسیا، از آلمان، از رومانیا پیوست شدن، یعنی یک چند قبط ها پیوست شدن و پسان به صفحه من، یعنی به صفحه ریزوگیف.com رفتیم. یعنی از ریزوگیف اگر خواهد که من رو کابت یابد باید لازم است که از رومانیا کابت، از آلمان کابت، از شویتسیا کابت تو که یعنی کی است این زمان پیوست شدن رو یابد. یعنی اگر که برای مثال در حالی که اگر که خواهد و بله یعنی فرقت رو بینید که در همین سرتیفیکیت SSL سرتیفیکیشن فرقت هست و بله یعنی در اینجا اگر که بینید این عادی است، براوزر عادی، کانکشن سکیورد، اما در تور براوزر باشد یک چند قبط ها دارد. یعنی این بود مقصدی که من میخواستم با شما فهمونم. اما این
این خطرناکترین راه هستی اگر خواهی که انام وبسایت های دهشتناک رو پیوست یعنی دهشتناک رو دسترسی نمایی و برای همین ما این کار رو نمیکنیم و دیگرین دومی راه رو من با شما نشون میدم. اکنون که من با شما نشون دادم که یعنی اولین راه و توصیه هم ندادم که شما اولین راه رو استفاده برید چون که به خطر نیست. دومی راه این به خطر تر است گیریم در کمی از یکم راه دا گیریم خوبتر است یعنی به خطر تر است. این است که تو باید استفاده برای یعنی VPN رو خب VPN و پلیوس ما توصیه میتیم که شما استفاده برید ویرچوال باکس یعنی ویرچوال باکس و در داخل همین ویرچوال باکس استفاده برید ماشین ویرچوالی و بله ماشین ویرچوالی. اگر که شما ندونید که چی است ماشین ویرچوالی الان ما یک نوار کردیم هفته گذشته چی است ماشین ویرچوالی افسانه‌ای هم بلا 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 روید تماشا کنید و دونید که چی است ماشین ویرچوالی و بله اگر که این رو استفاده برید ماشین ویرچوالی و با پلیس VPN و الان یک قابت دیگر گیریم شما به خطرتر هستید وقتی که شما پیوست میشوید با دارک وب و بله ما استفاده میبرم VPN پسندیده خود رو و شما هم روید VPN پسندیده خود رو استفاده برید و شاید که نوت VPN شاید که نمیدونم یکم VPN باشد که شما استفاده برید و بله من اینطور میشم که زیر VPN ما پیوست شود. خب چگونه که میبینید الان من پیوست شدم connected معنی پیوست شدن و اینجا در نیدرلند است و انیزا ما قرار دارم در لهستان و چگونه که میبینید الان با من آنها یک دیگه IP آدرس دادن و IP آدرسی من رو پنهان کردن تا که من یعنی پنهان باشم و بله وقتی که ما الان با VPN پیوست شدیم این یک قابت دیگر است و ما میریم با تور براوزر و میکنیم تور و میکشیم تور براوزر رو و پس اون تو مای کانکت رو یا بوری گذر میکنیم تا که پیوست شود. الان ما پیوست شدیم و من با شما یکی از وبسایت هایی که انامین دهشت دارد یا که در دارک وب است انجام نشون میدم. این وبسایت های انامین نیویورک تایمز است. خب اگر کسی ندونه نیویورک تایمز در اینترنت نویسید و خب که چی است نیویورک تایمز این یکی از وبسایت ها است که خبرها می نویسد درباره سیاره زمین درباره دنیا و چگونه که میبینید الان نیویورک تایمز 7 GMFFS چی ها داره در اینجا و در آخر نقطه آنیون برای مثال ریزا گیوف نقطه کام است از ما مثال دومین ما یا که سامان نقطه تیجی هست ما داریم دومین ها و اینها در کلیر نت هستند و انا این نقطه آنیون باشد این در دارک وب است. کدام وبسایت رو که دیدید که انا میگونه دهشت دارد یک چند حرف و رقم ها دارد و پس اون نقطه آنیون است این گونه وبسایت رو ما میگوییم وبسایت در دارک نت. برای مثال اگر که من تو مای اینتروزر کنم این علاقه باید که انامون وبسایت پای نیویورک تایمز رو نشون دهد با من و بله کمی کلام کنیم اینا. خب چگونه که میبینید این علاقه انامون وبسایت پای نیویورک تایمز است و این آدم را اگر کسی شناسد کریپتو میلیونر قور بالا بود و آدم را بانکروت کرده بود و بله یعنی این است وبسایت های نیویورک تایمز چقدر که میبینید و در آخرش دارد آنیون. خب چگونه که شما این رسم رو میبینید چرا این نشون میدهد؟ برای مثال ما این زمان در همین اینترنت همین قدرش رو ما پیوستشوی داریم و تمام یعنی تنها همینش رو با ما نشون میدهند و خلاص پیوستشوی. چرا؟ چون که انا این طرف اینترنت رو باشد یعنی این طرف اینترنت رو باشد دولت ها مقامات ها خب همین اجنت های بزرگی سیاره میخواهند که یعنی پنهان سازند تا که آدمان این چیزها رو نبینند. یعنی اینجا به خطر نیست یعنی اینجا خطرناک است اینجا جای بد است اینجا جای دهشتی است یعنی اینترنت در حقیقت که بزرگ است اینترنتی که ما داریم ما شاید از همگی 20% اینترنت با اینترنت پیوست شوید داشته باشیم و خلاص. اما چگونه که این پایان بودگی رو میبینید اکادمیک اینفورمیشن یعنی معلومات هایی که از دانشگاه ها هست که ما باید نبینیم اینجا دیپ وب میگن یعنی چکوری همین اینترنت جایی که دولت ها معلومات های خودشون را در اینجا نگهداری میکنن و اجازه نمیدن که دیگرها یعنی پیوست شوند با این گونه معلومات ها و اینجا جایی است که هکرها آدمانی بد آدمانی غارتگر کار میکنن و اینجا جایی است که همین تور
دارد وبسایت های خودشا و اینجا illegal information معلومات های غیر قانونی جایگیر هستند. یعنی این رو میگویند dark web یعنی مکان بد و اگر که تو با این مکان بد تنها با براوزر خود وارد شوی الکی همه معلومات های تو در دست هکرها است، در دست آدمان بد است. برای مو تشکر به آدمانی که ساختن تور، تشکر به همین اجنت ها یا اینکه همین مقامات ها یا اینکه همین آدمانی که نگاه می‌دارن این گونه یعنی آدمانی بد رو که نمیگذارن که ما با آسانی پیوست شویم با این. ماست برای همین سببی که من این نوار رو میکنم اون است که آدمان معلومات گیرن درباره این گونه وبسایت ها. نه در هر یک سراغی که با تو میاد زیر نکن، چون شاید که پگاه مبلغای صورت حسابی تو رو گیرن. یعنی آدمان غارتگر در جهان آنلاینی زیادن و هجوم های یعنی سایبر اتاک یا که هجوم های کیبری زیادن در جهان آنلاینی و تو باید با خبر باشی از این. این زمان ما در زمان تکنولوژی زندگی داریم و اگر تو خودت رو حمایت کردن نتوانی دوستی عزیز الکی بله یعنی این قدم های اول تو از بایتی و بله شما دیده درباره دارک وب و بله من توصیه نمیدیم. یعنی باز میگم که حتی همین آزیر ما استفاده میبرم چگونه که میبینید شویتسیا و آلمان و اسپانیا و پسان داکگو هست و بعد من پیوست شدم برای مثال با نیویورک تایمز. یعنی در اینجا چگونه که میبینید و حتی از کانادا بعد من با نیویورک تایمز پیوست شدم. به هر حال با حتی من VPN دارم پیوست شدگی از نیدرلند. یعنی حاضر اینا فکر میکنن که ما در نیدرلند قرار دارم و پسون با در تور براوزر فکر میکنن که ما در آلمان قرار دارم، در امریکا قرار دارم، در کانادا. اما به هر حال من به خطر نیستم این زمان، در حالی که من در نیویورک تایمز هستم حاضر. یعنی من خبرهای نیویورک تایمز رو میبینم. اما من با شما راه آخرین رو نشون میدم که این راه افسانه‌ای است، راهی که کسی نمیدونه که شما در اینجا بودید یا اینکه نبودید. خب سومین راه و به خطرترین راه این استفاده بودن فلش کارت است یا اینکه خاطره علاوه‌ای. و بله من این زمان در داخل همین فلش کارت کامپیوتر میسازم. نه کامپیوتر یک سیستم اپراتیونی نصب میکنیم و این الکی کامپیوتر است و این رو همه جا میبری. یعنی در همه کامپیوترهایی که برای مثال اگر میخوای که در کامپیوتر دوستت تنها گیری و کشویی و گذاری و پسان استفاده برای تور براوزر رو یعنی دارک وب رو و پسان میکنی و بله تو نبودی در اینجا، یعنی کسی نمیدوند که این تو بودی. و بله این در این گونه فلش کارت ها ارزان هستند. با حساب میمونه باید تو 8 گیگا خاطره داشته باشی برای یعنی نصب کردن همون لینوکس در داخل همین فلش کارت. و بله آغاز میکنیم. خب چونه که میبینید این لپتاپ یعنی همین شرکتی ماسه و البته که من را دیگه نمیگذارم چون که من اجازت نمیتیم. و اگر که شما کارگران یگان شرکتی باشید که با شما باور کرده لپتاپ داده است استفاده نبرید، چون که البته این فلش کارت ها حتی در دولت هم کار میکنید. فلش کارت های شخصی را نزنید در کامپیوترهای کارخانه‌های دولتی یا اینکه نمیدونم شرکت های بزرگی که معلومات های زیاد دارن و شخصی زیاد است، چون که بله یعنی آدمانی هکر آدمانی بد میتونن که این گونه اپلیکیشن استفاده دا نصب کنن و وقتی که این فلش کارت در این گونه کامپیوترها یا که لپتاپ ها گذاشتی با همین تمام میتوند که یک چند برنامه رو نصب کند و بله اینقدر معلومات های سال تو جمع آوری کرده بودی میتونن که از بین روند. و بله یعنی چیکار میکنن زمان اول که من دیگه نمیذارم و من اینا میبرم در کامپیوتر خودم میگذارم و وقتی که اینا گذاشتم پس اون ما لازم است که نصب کنم اون هم اپراتیون سیستم را و با شما نشون میدم. یعنی سببی که را آوردم برای معلومات بود. خب میگیم انا میخوام در کامپیوتر میگذاریم دارک وب. خب برای نصب کردن همون کامپیوتر در داخل همون فلش کارت با ما لازم است که آیم با یک از وبسایت ها که بله نام دارد tails.net و بله باز من میگم که این گونه وبسایت ها از طرف همین برنامه‌سازان ساخته شده است. یعنی برنامه‌سازانی که در حقیقت که میخوان برای پیشروی این ساحه و تشکر با آنها و بله تنها یگانه راهی که با آنها رو برای مثال یاری میکنی این دونیت یعنی با دونیشن و مخیری است. و پس اون وقتی در این وبسایت اومدیم در بالای تگمه اینستال تیلز زیر میکنیم و بله من در بالایش زیر میکنم و پس اون چگونه که میبینید با شما یک چند نمودی این اپلیکیشن سیستم است و با شما یک چند نمودی اپلیکیشن سیستم را پیشنهاد میکند. اما ما با شما توصیه میکنیم که بیاید در اینجا و استفاده برای دانلود only for USB و در بالای این زیر میکنیم
ва пасон дар бораи тугмаи бале яъне download Tails for USB image зер мекунем ва зер ва ҳей хотирам баромад оё тугмаи лайкро зер кардӣ лайк гузор чар навис бадусона равон кун биё имрӯз алгоритми YouTube ҳак кунем охир яъне ба мисли ethically of course яъне ба мақсади нек албатта ки ҳакинг ба мақсади нек касеро иҷозати ҳак кардан каси дигаре надорад танҳо ба иҷозат ман шумо иҷозат додам ки ҳамин YouTube канали мара ҳак кунед лайк гузор комент навис бадусона равон кун ташаккури зиёд ва пасон ба дигари вебсайфа меравем ки ном дорад Balena ва дар болои download Etcher зер мекунем ва бале ин аст Etcher ва тугмаи download ва пасон дар инҷа portable астай ва ман мехоҳам ки portable интихоб кунам чунки ман камбал ҳастам ва бале дар болои ин зер мекунем download ва пасон каме интизор мешавем ва вақте ки инҳо борбардорӣ шуда истоданд ман мехоҳам ки ана ҳамун флешкартае ки мо дорем ё ин ки хотира иловагӣ ки мо дорем ро формат бароси намедонам формат чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ аммо формат ва тугмаи start ва тугмаи ок ва бале бояд ки ин корро анҷом диҳад ва формат completed пасон меравем ба ана ҳамин Balena Etcher ва зер мекунем дар болош то ки кушода шавад хоб пасон меравем дар бораи flash from the file тугмаи download ва пасон ана ҳамин Tails-ро интихоб мекунем пасон тугмаи open ва select target хоб дар ин ҷо шумо бояд эҳтиёткорона кор кунед чунки барои мисол агар якчанд диск ба мисли ман дошта бошем ман якта диски иловагӣ дорам дар инҷа ки 1 терабайт аст ва якти дига SSD дорам дар инҷа аз ҳамин компютери худош ки бо 1 терабайти дигар аст ва ана ин 16 гап ана ҳамун хотира иловагӣ илова кардем ва бале ман ҳозир интихоб мекунам дар болои generic flash disk and тугмаи select тугмаи finish flash yes please аллакай насб шуда истодааст ва каме интизор мешавем дар ҳақиқат ман шодам ки наворо карда истодам connected affected protected rejected хуб чӣ гуне ки мебинед аллакай flash is complete манро ки ҳамин анҷом дода шуд бо муваффақият ё ки бо муваффақ ва узриёт шумо мегӯед ки одам девонаи чиай бисёре бад қаҳва нӯшидаам бораи ҳамин ҳозир ман ин камераро дар инҷа мегузорам то ки компютерро бозоғоз кунам ва флешкартро интихоб кунем ва бале оғоз мекунем хуб бале айни замон дар инҷа бояд ки навор шавад чунки ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ гуна компютерро бозоғоз кунем ва бале яъне медонед чӣ гуна компютерро бозоғоз кардам бале тугмаи бозоғозро зер мекунед ва вақте ки компютери шумо бозоғоз мешавад ҳамин F4 ҳамаша зер кардан мекунед F12 ам ба фикрам зер карда бале F12 ҳам вақте ки бозоғоз шуд баъд ман бояд ки намедонам F12 yes ламинатша зер кунда хуб сабабе ки ман натонистам F12 зер кунам ҳамон аст ки вақте ки мо компютери маро бозоғоз мекунем ва бо тариқи Bluetooth wireless пайваст аст ин клавиатура ва барои ҳамин як бора F12 зер намешавад то вақте ки Windows корашо оғоз накунад барои ҳамин ҳозир кабелша пайваст мекунем ва як бор дигар имтиҳон мекунем агар аз то ҳамин вазъията бошад бале ин аст ҳалли масъала аммо агар ки ту лаптоп дошта бошӣ ё ки ноутбук ин мушкилӣ нахоҳад буд ташаккур барои ман ташаккур барои ташаккур гуфтам чунки ман маълумота туда гуфтум акнун вақти он расидааст ки мо компютери сохтагимона он флешкартаи хурдакакро бинем кани кор мекунад ё ки не пасон амози ман шумо дар нишон медиҳам аз пеш ва чӣ гуне ки мебинед
ما در بیوسی ما هستیم و میایم در بایوس و پس اون اینجا در بوت آپشن ها هستیم و انتخاب میکنیم یکمشا و ما میخوام که UEFI جنریک فلش درایو باشد و خیلی که میبینید این رو انتخاب کردیم و تو مای save and save and exit setup و yes please. در این حالت باید که فلش کارت را بوت کند. Yes, tail. Oh shish. خیلی که میبینید الکای انامون تیل از فلش کارت بوت شده ایستاده است و باید که انامون کامپیوتری که از فلش کارت ما بود هوای باید کار آغاز کند. ویندوزی من نه. Yes, سیستم اپراتیونی yes. بله با کارمون موافق شدیم اما ما با فکرم که شما باید این کامera را گیریم از اینجا و پس اون در اینجا آیمو خب وقتی که این کشوده شد انتخاب کنیم پس اون present storage create and confirm present نه مانا این در گفته شده است که شما میخواهید که یک تا از یعنی storage مانای خاطره سازید اما من نمیخوام خاطره ساختن چرا چون که ما باید که قریب که anonymous باشیم یعنی آدمی باشیم که گویا ما نبودیم در اینجا با مثل خاطره ماهی نمیدونم که حتی چی خورد این سر برای ما دیگر خاطره نمیسونیم چون که در اینجا انامون پناه خود را ما باید یعنی پناهجویی ما مهم است در اینجا تو my start tails خب تو my start tails و بله کمی انتظار میشویم تو که این مانیتوری ما کلون است و افسانوی چگونه که میبینید دوست عزیز در اینجا علاقه همین تیلز هست و connect to Tor automatically این ماست برای همین چی ساخته شده است create a storage bro okay let's go connecting the Tor without bridges خب پس اون با تگمه start the Tor browser زیر میکنیم و باید که همین Tor طریق اتوماتیک کشوده شود سه تا چوتک شد یا تا کیفای است و بله دوست عزیز انا این طور است و شما کاملا به خطر هستید و شما رو کسی نه در این چگونه میبینید الکای انا همون قباط ها از شویتزاری است یونایتد استیتس و آی پی ادرس هم از هر از تمام دیگر دولت ها است و کسی نمیدوند که ریزو این رو استفاده میبرد و بله میدونستیم ریزو هست ریزو و این در حقیقت که زیباست افسانه‌ای است کنه بله داکتاگو و تو میتونی که همه هم وبسایت هایی که در تور هستن استفاده برای مثال نگاه کنید چگونه زیبا است همین زیرا که در اپلیکیشنز یا اینکه اکتیویتیز پس اون در اینجا دارد اپلیکیشنز زیرا میکنی قدر برنامه‌های لازمه رو دارد همین تیلز و همه این تنها در داخلی یک تا همین بله فلش کارت هست که میگیریم و میکنیم که این طریق اتوماتیکی خود رو میکشد یعنی خودکشی میکند کامپیوتر وقتی که این رو کندی از وای چون دیگر اپلیکیشن استعمال نیست که این کاری خود رو انجام دهد خب دوستان عزیز چگونه که دیدید الکای من با شما نشان دادم سه راه رو که چگونه با دارک وب یعنی پیوست شوید یا که دسترسی پیدا کنید و درباره دارک وب با شما معلومات دادم گفتم که چی است دارک وب یعنی اینکه وبی تاریک یا اینکه جای دهشت آور و با شما نشان دادم که چگونه با طریق یک فلش کارت تو میتوانی که با دارک وب پیوست شوی و این بخطرترین افسانوی ترین راه است که کسی نمیدوند که این تو بودی برای مثال فلش کارت رو میگیری میروی خانه بیبی کلونت و پس اون در کامپیوتر بیبی کلونت میگذاری و حتی کامپیوتری به هم ضرر نمیرسد و حتی اون نمیدونن که همین تو بودی حتی همون اینترنت سرویس پرووایدر است که برای مثال اینترنت سرویس پرووایدر ISP همون اینترنت هایی که شرکت هایی که اینترنت دارن برای مثال مگافون بیلاین بابیلون این گونه شرکت هایی که با تو اینترنت میدین برای مثال این زمان اگر که تو تور براوزر استفاده بری همه معلومات رو آنها دارن درباره تو هم حکومت هم دولت هم اینترنت هم شبکه‌های اجتماعی هم هکرها همه درباره تو معلومات دارن اما
وقتی که تو حتی VPN هم استفاده میبری و ویرچوال یعنی ماشین ویرچوال هم همه اینطور استفاده میبری گفتم که همون اینترنت سرویس پرووایدر و یا دارن هم حتی با اون VPN هم اونها میدونن که این تو هستی چون که اول از اینترنتی وایفای چی سر میشود اما وقتی که تو این فلش کارت رو میگذاری در کامپیوتر و کارت رو بود میکنی پس اون میکنی تو نبودی میبری میشکنی به فلش کارت اما که ممکن 50 ثوانه نقد داشته باشد تشکر زیاد که این نوار رو تماشا کردید و اگر که این نوار با شما پسند اومده باشد لطفاً البته که الگوریتم یوتیوب رو حق کنید و من بودم با شما رضا گیف از ایتیاموس